وزارت نقلیات تاجیکستان اجازه حرکت نزدیک 100 ماشین باربر از مرز چین به دوشنبه را داد. این ماشین های باربر روز دوم می برای انتقالی از معیار زیادی بار هنگام عبور مرز چین با تاجیکستان بازداشت شده بودند. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند که ماشین های بارکش از حجم پیش بینی شده بیشتر بار انتقال دادند که خلاف به معیارهای راههای تاجیکستان است. با گفته وزارت در راههای تاجیکستان حرکت ماشین ها با 40 تن بار اجازت است، ولی در اکثر موارد راننده ها این معیار را نقض میکنند. راننده های تاجیکی بیش از یک هفته در منطقه تاختمیش مرغاب بند بودند. روز 10 می بر رادیو آزادی گفتند که بگاه روز گذشته با آنها اجازه حرکت دادند. رشید قربانوف، یک تن از این راننده ها، در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت پس از نشر خبری بند ماندنشان در رادیو آزادی، وزارت نقلیات آنها را اجازه حرکت از این منطقه خطرناک را داد. وزارت نقلیات روز 8 می گفته بود که این ماشین ها از 50 تا 55 تن وزن دارند و در صورت با این وزن حرکت کردنشان بر راه و پل ها آسیب می رسانند. راننده های ماشین بارکش گفته بودند که قبلا در این منطقه با چنین یک مشکل دچار نشده بودند. راهی که در آن ماشین های بارکش درمانده بودند یگانه راهی واردات مال و محصولات از چین به تاجیکستان است. از مرز چین تا دوشنبه بیش از 1000 کیلومتر راه است که اکثر قطعه های آن دشوارگذر است.